چای کمر باریک، بعدش صبونه با سیمید، نونای تازه و کباب کوبیده. اومده اینجا تا بگی دلت برای چیه تنگ شده ایلول؟ آره. از اونجا بیا بیرون ایلول، بیا بیرون. الکی وارد اونجا نشو. بعدش برای جزیره ها، غروبای تابستون، ماهیای تازه، برای همشون دلم تنگ شده بود. حتی دلم برای ترافیک استانبولم تنگ شده بود. اما بیشتر از همه ببخشید، میشه یه چای بیاریم؟ اگه برای این چیزا اومدی استانبول خوبه، همشون سر جاشونه. جزیره ها، ماهیا، چایی. ترافیک استانبول هم که سر جاشه. وقتی از سر کار خواستی بری خونه میفهمی ترافیک یعنی چی. میشه یکی دیگه هم بذاری؟ نه، برای خانم محترم. گفتی دلت تنگ شده، میتونی بیشتر بخوری. ببین، روش حرف نداره. دمیر، من چای تو بخور، سرد نشه. سرد بشه من نمیخورم. چرا؟ گفتی دلت تنگ شده. اما ببین، حتی 2 استکانم نمیتونی بخوری. تو زیاد به اینجا عادت نکن ایلول. حتی بهتره به جایی عادت نکنی. تو خیلی احساساتی نیستی. احساسات تو فقط 1 استکان چاییه. الکی 2 سفارش نده. ببین، اسراف میشه. دختر زود کارتون رو تموم کنین که بریم. بیشتر از این معطل نشیم چون میخوایم بریم خونه فیروز خانم. اینا رئیس جون من همه چی رو درک میکنه. تو از الوروکس من سری میزنیم بیرون. راستش خودت که رئیس منو میشناسی حزمیه، چون بذار بیاد معلوم میشه. سلام به همگی. برگشتی؟ نه، من فقط برگشتم. دمیر و ایلول جلسه رو ادامه میدن، میخواستن حرف بزنن. خب بعدش برمیگردن شرکت؟ نمیدونم. تو فعلا اونا رو بیخیال، اینو گوش کن. من برات یه خبر خوب دارم. مشتری جدید داریم. مشتری جدید. چی کار کنیم حالا ها؟ خیلی خوش میگذره. جدی؟ خب چی کار کنیم؟ هوش دیریم خانمو در نظر بگیر. هوس آلارا رو هم همینطور. و همچین فرض کن که این 2 هستن و اینکه یکیشون از یه چیزی خوشش میاد، اون یکی ازش متنفر میشه. پس براک جون خسته نباشی، من دیگه استعفا میدم. استعفا در کار نیست. زود باش برو لپتاپتو بردار بیار. من نمیدونم اینو رو از کجا پیدا میکنی آخه؟ من که پیدا نمیکنم، اونا منو پیدا میکنن، چون من خیلی حرفه‌ایم. یه راهی از تو اتاقم به بالکن هست که میخوام اونجا رو کلن گلدون و گل بذارم. حمدی خان، میشه به این خانم رسیدگی کنی؟ ببخشید. خواهش میکنم. دمیر، چی شده؟ چرا قیافت اینطوریه؟ حق داشتی. البته جونم، خودت که میدونی همیشه حق با منه. این دفعه تو کدوم موضوع حق داشتم؟ ایلول اینجاست. درست دیدی. مشتری یه جفت تازه و متأهلن، اما لروکس همچین چیزی نمیشه. تو هیچ زمینه با هم تفاهم ندارن. تنها چیزی که با هم تفاهم دارن اینه که تمام عکسای عروسیشون رو به صورت کاشیکاری توی آشپزخونه کار بکنن. وای خدایا، براک خواهش میکنم این کارو نگیریم لطفا. دقیقاً تو همین نقطه تو وارد عمل میشی. عکسای عروسیشون رو میگیری، خیلی خوشگل و شیک چاپشون میکنی. من چاپشون کنم؟ تو از کجا میدونی که من عکس چاپ میکنم؟
وقتی اومدم تولدت رفتم تو اتاق چاپت و وقتی رفتم تو اتاقت یکم فضولی کردم، یعنی بعضیاشونو برداشتم. یعنی چی؟ براک چرا همچین کاری کردی آخه؟ اونجا یه جای شخصی حق بود. داری اما اشتباهی بود. نه، از روی عمد وارد اتاقت شدم و اون عکس‌ها رو برداشتم. چرا؟ وقتی ما داشتیم با اسم ملاقات میکردیم یکی ازمون عکس میگرفت و سعی داشت ازمون باج بگیره. لروکس اون زنه مافیا بود. میخواستم قبل از اینکه اون چیزی بفهمه خودم حلش کنم. یعنی چی؟ براک اینا کی اتفاق افتاد؟ چرا به من نگفتی؟ تو که میدونستی طرف مافیاست، پس چرا خواستی نقشه مشتری هیولا رو ادامه بدی؟ من گفتم بدون اینکه شما بفهمی خودم حلش کنم. لروکس مجبور بودم قبل از اینکه اسم بفهمم کی اون عکس رو ازمون میگیره. آها، تو هم به من شک کردی آره؟ به من؟ چطور تونستی فکر کنی من ازت باج میگیرم براک؟ روز تولدت مامانت گفت که عکاسی میکنی و جالب این که فقط تو اون عکس‌ها تو نبودی. نخواستم باور کنم. گفتم شاید کسی مجبورت کرده باشه. خب میتونستی ازم بپرسی، با هم حرف بزنی. براک مجبور نبودی این کارا رو بکنی. ببینم اگه تهدید میشدی بازم اینو به من میگفتی؟ فقط داشتم به این فکر میکردم که اگه اسم بفهمه چی کار باهات میکنه. لروکس داشتم سعی میکردم تو رو نجات بدم، اما اونی که عکس میگرفت تو نبودی. البته که نبودم. الان تازه میفهمم که دمیر چه حسی داشته. اینکه چرا وقتی پشت سرش یه کاریو میکردم اینقدر دیوونه میشد. لروکس من این کارو برای مراقبت از خودم نکردم. سعی کردم آسیبی به دوستام نرسه، اونا در امان باشن. مگه تو هم به این دلیل این اشتباهو نکردی ها؟ مهم اینه که ببینیم دلیل این اشتباهات اون برای چی بوده. اون عکس الان کجا؟ خونه است، هر از گاهی نگاه میکنم. و این کارت اصلا کار درستی نبود. آره میدونم، اما من آدمی هستم که اشتباهاتمو قبول میکنم. هیچ وقتم نقش آدم کاملو بازی نمیکنم. بگذاریم براک، فراموشش کنیم، اما نمیدونم چجوری میشه فراموشش کرد. عکسارم فردا با خودت بیار. من میتونم برم براک؟ البته. لروکس معذرت میخوام. یهویی ایلول جلوت ظاهر شد داره؟ چقدر گذشته؟ 2 سال؟ حالا چی شد؟ یعنی نمیتونم تصور کنم آدم چه حسی میتونه داشته باشه. اولش شوکه میشه، بعدش نفرت. نفرت یکم زیادی نیست؟ اصلا پشت این عصبانیت همون چیزایی که داری اشاره میکنی نیست بداد. دمیر تو عاشق این دختر بودی. خیلی هم عادی نبود. بدجوری عاشقش بودی. وقتی دختر رفت دیوونه شدی، زندگی داغون شد. یادت رفته چقدر طول کشید خودت رو جمع جور کنی؟ هیچی رو فراموش نکردم. من اینجا یه زندگی جدید ساختم بداد. خیلی وقتی که دیگه به ایلول فکر نمی‌کنم. میدونی ایلول از کجا فهمیده تو آرتمیم کار میکنی؟ حتی فهمیده و پا شده اومده شرکت. سهام باباشو خریده. باباش؟ تو هیئت مدیره بود. تو یه نقشه‌ای تو سرت داری، بگو چیه؟ یه شرکتی که هیئت مدیره ازش ناامید شده 3 تا دلیل دیگه هم هست. تنهایی، مسئولیت تام و بدون دخالت دیگران. که چی؟ به خاطر اینا ارزش داره آینده تو تباه کنی؟ اگه یه هدفی داشته باشی آره میارزه. دنبال ایلول بودی آره؟ ها؟ برای همین سهام آرتمیمو خریدی؟ تو خودت نتونستی پیداش کنی، خواستی دختره بیاد پیدات کنه. آخ دمیر، تو چی کار کردی؟ بهت گفتم که نمیشه مروه.
ببین عزمیه چی میگه؟ میگه همه جا رو رنگ پلنگی بزن. عزمیه داری چی میگی مگه میشه؟ یه لحظه به نظر من خیلی فکر خوبی عزمیه باهات موافقم. تو اصلا نمیخواد بازی کنی. چرا؟ ای بابا دخترها ساعت دیدین؟ زود باشین بریم الان دیرمون میشه. زود باشین. خوش اومدین ایلول خانم. امام داشتیم میرفتیم، البته اگه اجازه بدین. به نظرم بهتر از رئیساتون اجازه بگیرین، نه از من. هر دوتشون هم نیستن. بروک خان که رفتن، دمیر خانم اینجا نیست. دمیر خان با شما برنگشت؟ نه اون قبل از من اومد. فهمیدم. اینا برای کدوم مشتریان؟ میخوایم خونه جدید مروه رو دیزاین کنیم. تازه عریس شرکتمونه. جدی؟ خیلی خوشحال شدم. امیدوارم خوشبخت بشه. ممنونم. یعنی ببینیم چی میشه حالا. چون تو شرکت قانون ممنوعیت عشقی بود. همسرش برام اینجا کار میکرد، اما بعد از اینکه دمیر خان این قانون رو گذاشتن متاسفانه مجبور شده استعفا بده. واقعا میگی؟ خب راستشون عکسی که توی اتاق جلسه دیدین شوخی نبود. عکس فهمیدم. دمیر خان تو شرکت قانون ممنوعیت عشقی گذاشته. اون شوهر تونست کار پیدا کنه؟ راستش بروک میخواست برش گردونه سر کار، اما مجبور شده به آنتالیا پیش خانواده‌اش. منم الان اینجا منتظرم برگرده. ببخشید سر شمارم درد آوردیم. نه اصلا مشکلی نداره. بعداً در موردشون حرف میزنیم. شما انگار داشتین میرفتین، من مزاحمتون نمیشم. ایلول خانم چیزی هست که از ما بخواین؟ آخه گفتین میخواین با تک تکمون ملاقات کنیم. اون قرار رو بذاریم موقع نهار. حتی تک تک هم نباشه، همه با هم بخوریم. آره میشه. شما میخواین هنوز کار کنین ایلول خانم؟ یکم دیگه اینجا میمونم. موفق باشین. موفق باشین. میبینمتون. Uzun bir koridor düşün. Adım gittim bir vurgun kendimden ve senden başıma gelen en güzel şeylerden aklımdan fikrimden zaten hiç yokmuşsun. معذرت میخوام دمیر. خیلی معذرت. وقتی ایلول رفت هر روز به این فکر میکردم که چرا رفت. خودمو مقصر میدونستم، اونو مقصر میدونستم، همه رو مقصر میکردم. پسر 2 سال از این موضوع گذشته، چرا بیخیال گذشته نمیشی؟ نمیدونم، شاید برای حساب پس گرفتن، برای اینکه بدونم چرا رفته، برای اینکه بدون دیگه نمیتونم عاشق بشم. فکر کردم چیزایی که خورد کرده و شکسته رو فقط اون میتونه به هم بچسبونه، اما بعدش با لروکس آشنا شدم، همه چی رو فراموش کردم. الان فقط میخوام با لروکس باشم. زندگی باعث نمیشه فراموش کنی. هر شروعی با گذشتش امتحان میشه، اما این امتحان توه. باید بدون اذیت کردن لروکس این امتحانو پس بدی. چطوری این کارو بکنم رداد؟ دختره وقتی بفهمه. قبول، خیلی چیزای سختی رو با لروکس تجربه کردیم.
کم دل همدیگر رو نشکستیم. پسر ببین این دختر با این حال که بین تو و آلارا چیزی نبود باز افسرده شد. اما الان موضوع نامزد سابقته. خیلی سخته. اینو روشونه دختر نذار. باشه حالا هرچی دیگه در مورد این موضوع حرف نزنیم، تمومش کنیم. ایلول هر روز فقط تا این حد میتونه فکر ما رو مشغول خودش بکنه. گذشته ها گذشته. اولش شوکه شدی قبول، خب اونم دیگه تموم شد. بهتره برگردیم به زندگیمون. درسته. آره همینطور. اون شوک فقط برای لحظه اول بود، معنی نداره بزرگش کنم. آره جونم. تو برو بشین، من برم چای بیارم. باشه. دوبله شده در استودیو جیم. وای 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 وای، حالا معلوم شد که شما چرا پیر نشدین، مثل پرنسسا تو قصر زندگی میکنین. خدای اینجا خیلی قشنگه. وای تو رو خدا خوشگلی این آنتیکا رو ببینید، اینا بالا بودن. آره وای من نمیتونم هیچ کدوم از اینا رو قبول کنم، یعنی اصلا لازم نیست. چه میدونم، من فکر کردم یه دست لباس و چند تیکه وسایل و شمدون میگیرم و میرم پی کارم، اما همچین چیزی مگه میشه دخترم؟ انقدر چرت و پرت نگو. خانواده اون پسر هر چند نفرم که باشن برای تک تکشون جداگونه بخچه آماده میکنیم. البته. بگو ببینم خانواده براینا چند نفرن؟ بگو. پدر شوهر، مادر شوهر، 2 تا خواهر شوهر، یه برادر شوهر. وای وای وای، خواهر شوهر خواهر شوهر، وقتی ببینیشون چشات در میاد. ببین خواهر شوهرها خیلی مهمن، یه جوری برادراشون رو یواشکی پر میکنن که حتی روحتونم خبردار نمیشه. وای خدای من، یعنی تا این حد بدن؟ نه دخترم، اگه باهاشون کنار بیای کاری بهت ندارن، نگران نباش. ببین مربه جون، بیا همه اینا رو. این خواهر داره، تو خبر داری؟ یه خواهر داره، شنیدم وکیل خیلی خوبی هم. پس بگو نابود شده. نه بابا، تو اون کارا زندگی میکنه اون ور دنیا. دستتون درد نکنه. میگم یه چیزی بگم، دمیر خان خواهر نداره؟ نه متشکرم. فکر نمیکنم. فهمیدم، یعنی بالاخره موضوع باز نمیشه. دیروز یکی، امروز 2 تا. یعنی از اون دخترام نیستیم که از اول این روز خونه با رو چه کنیم. از خود افتاده. اما این همون جوانی نیست که به تو اهمیت میداد؟ آره خودشه، خیلی بهم اهمیت میده. سلام داداش. خوش اومدی ابراهیم، چای میخوری؟ نه داداش ممنون. من بیخبر اومدم، اما لروکس گفت ممکنه اینجا پیدات کنم. بیا بشین ابراهیم بشین. منم میخواستم باهات حرف بزنم. داداش من از همین اول یه معذرت خواهی بکنم. راستش من کاملا با نیت خوب برای اینکه شما فایده‌ای براتون داشته باشه داداش بنیامین وارد این کار کردم. اما خبر میدادی ابراهیم. اما اگه خبر داشتی مطمئنم که قبول نمی‌کردی، یعنی حق با منه. خب البته من نباید شما رو توی عمل انجام شده قرار میدادم، اما چون داداش بنیامین آدمیه که یکم خودسر رفتار میکنه بدون اینکه با من هماهنگ کنه اومده پیش شما. آره هنوزم میاد بدون خبر و اطلاع قبل. صبح و شب هر وقت دلش بخواد زنگ در رو میزنه میاد. حتی بعضی وقتا زنگم نمیزنه، در حیاط بازه، هپ میاد تو خونه. بعد یه دفعه میبینم رو تختم لم داده. راستشون گفته بود من روش درمانم یکم فرق میکنه. خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. حتی مثل اینو من تا حالا ندیدم. راستش داداش جریان اینه که داداش بنیامین شما رو بیخیال شده به من گیر داده، یعنی الان منم گیر افتادم داداش. این بنیامین کیه؟ وایسا بداد چیزی نگو، الان یهو پیدا شد. داداش تو اصلا درگیرش نشو. باشه اشتباه برداشت نکن، طرف مشاوره زندگی میگه. یه لحظه داداش، تو الان به این دوست ما مشاور معرفی کردی؟ پاشو میخوام از پیشونیت ببوسمت. پاشو بیا. اینقدر بزرگش نکن وداد. دمت گرم. خدایی آروم شدم. ببین منو، شما به هیچ وجه این بنیامین رو ول نکن، چون من نمیتونم با این آدم سر و کله بزنم. کارو به کسی که این کار است میسپارم. همین. آفرین ابراهیم، آفرین. چیکار کرد؟ به شما هم تکلیف داد؟ آره داداش، 2 جا دیگه بریم بیرون. آیدا و من، لروکس و تو. داداش منم گیر افتادم. میدونی که برا نیست. دوستای خودم هم نمیدونن من با آیدا رابطه دارم. فقط شما میمونی. شما الان همتون روانشناس دارین؟ عجب روزگاریه. بذار برات چای بریزم. وقتی برگشتم جزئیاتو بهم بگو.
این وسط به تو هم خیلی خوش گذشت. خب اینا برای خواهر شوهرت و این برای مادر شوهرت. باشه دخترم. خانوما چطور عزیزی خیلی بهت میاد. همینطوری بیا سر کار از فردا. دختر اینم میدی به خواهر شوهرت. اما از اون یکی بیشتر نداریم. آخه شما گفتید 2 تا خواهر شوهر داره. همین گفتم عزیزم. بذار 2 تا خواهر شوهر بیافتن به جون هم. با دخترمون کاری نداشته بود. وای عزمیه تو خیلی بدی به خدا. خداییش باید از تو ترسید عزمیه. وای ساکن. شما این چیزا رو نمیدونید. همه اینا تجربه. به خدا این پسر حرف نداره. تو از کجا اینا رو پیدا میکنی؟ پس چرا به تور من نمیخورن؟ حرف نداری ابراهیم. دوست لروکسه. داداشون موضوع بیخیال. آه خدا، قسم میخورم این دیگه سرمو به درد آورده بود. خوبه دیگه الان میره با متخصصش حرف میزنه. فقط ابراهیم میشه فردا شب بریم؟ امشب اصلا کشش نداره. باشه داداش، فقط تو لروکس بیاین کافیه، بقیه‌شو من حل میکنم. خیلی خوب باشه. خب دیگه میبینم داداش فدات. گهگاهی به ما هم سر بزن، منتظرتم. میبینم داداش. خیلی بچه خوبیه. اگه نمیخوای بری خونه زنگ بزن لروکس هم بیاد. اینطوری تنها هم نمیمونی. تو کی بعدی که همراهمون باشه وداد؟ در ضمن من الان به لروکس نیاز ندارم. دمیر، همونطور که یکم پیش این موضوع رو بستیم الان میذاریم بسته بمونه. به لروکس هم چیزی نگو، حداقل فعلا نگو. بذار فعلا یکم آروم بشی. این حسم میگذره. اول خودت آروم شو و از این شوک بگذر بعد. نظرت اینه؟ خیلی خوب باشه. یه لحظه وایسا. اینا رو هم بذار اینجا باشه. بیا اینجا ببینم. قبول نیست، از اول بخونین. آماده نبودم. Annesinin bir tanesini hor görmesinler. الو دمی، کجایی؟ اون صدا دیگه چیه؟ فوق‌العاده است. با دختر رو داریم خوش میگذرونیم. خوش بگذرون عزیزم، خوش بگذرون. اما فقط لطفاً دیر نیا خونه. حتی اگه کارت زیاد طول نمیکشه من خودم میتونم بیام دنبالت. آی نه نیازی نیست بیای دنبالم، خودم میام. خیلی هم دور نیستم، خونه خاله لیلا اینا. یکم دیگه میام خونه. باشه عجله نکن، مراقب خودت باش. باشه. دمیر
لروکس دمیر این هنوز سرد نشده، تازه میخواستم بذارمش توی یخچال. به تو گفتم بیا، خودم دیر کردم. خیلی خوشگله. برای تو خریدم. پودینگام برای تو درست کردم. پس این پودینگا رو بذاریم توی یخچال و تو تراس یکم با هم حرف بزنیم. باشه پس همین الان میام. میخواد سلام، انگار جن دیده باشین. به زودی اونم میبینم بنیامین خانم. بنیامین خان؟ لروکس خانم؟ ای بابا، من تو هر دوتاتون یه ناامیدی میبینم، درسته؟ آها، دقیقا همونی که حدس میزدم. بفرمایید بشینین. بذار من اینو بردارم. ببخشید. غافلگیر شدم. سلام. به به، خوشگل خانم اومده. چطوری؟ خوبم. وقتم آزاد بود گفتم سورپرایزت کنم. عالیه. میدونی که سورپرایزا رو دوست دارم. راستی واسه فردا شب برنامه نریز باشه؟ چرا؟ چی شده؟ تکلیف داریم. اما ابراهیم، ما اصلا به همچین چیزی نیاز نداریم، باور کن. لازم نیست بترسی عزیزم، یعنی مشکلی نیست. قراره با دمیر و لروکس بریم بیرون شام بخوریم، یعنی فقط 4 تاییمون با هم. چطوری؟ 4 تامون؟ من الان خیلی هیجان زده شدم. عجبا. یعنی اگه میگفتم 2 تاییمون بریم انقدر هیجان زده نمیشدی؟ البته که میشدم. داداش بنیامین یکم دیوونه است اما کارشو بلده. ابراهیم، ما داریم با رئیس هم میریم بیرون، یعنی به نظرت این یکم عجب غریب نیست؟ خب شاید دمیر خان نمیخواد کارشو با زندگی شخصیش قاطی کنه. معلومه که روش درمان کارشو کرده. خب حالا قراره کجا بریم؟ این دیگه سورپرایز. این گزارش رو تموم کنم یه قهوه بخوریم باشه؟ خب باشه، تو به کارت برس، من قهوه رو آماده میکنم. خب بفرمایید، تعریف کنید. کی میخواد اول شروع کنه؟ چیزه بنیامین خان، ما دیگه کاملا با هم خوبیم و از شما هم خیلی خیلی ممنونیم. تکالیفتون واقعا موثر بود. ما دیگه مشکلاتمون رو حل کردیم و حالا هم کنار هم خیلی خوشحالیم. چه خوب، چه خوب. مگه ندمی؟ میگم ما دیگه خوبیم مگه نه؟ البته که خوبیم. مشکلی نیست، همه چی تموم شد. عالیه، خیلی خوبه. لروکس خانم، میشه خواهش کنم یه لیوان آب گازدار برام بیارین؟ 2 تا تیکه لیمو هم توش بندازین، البته هستاشو در بیارین. فقط لیموها رو خیلی کوچولو خورد کنین باشه؟ البته. ممنونم، خیلی لطف میکنین. خیلی ممنونم. شما چتونه؟ ها؟ یه چیزی شده، قبلا نبود. چیزی نیست. منظورتون چیه؟ یعنی قبلا چی نبود که الان هست؟ فشار، اما یه فشار عجیب. اول بالا، بعدش پایین. رسما موجدار شدیم. انگار یکی با آب ساکنتون سنگ پرت کرده و لروکس خانوم از این خبر نداره، درسته؟ نگران نباشین، من از اینجا دارم نگاه میکنم. هنوز داره لیموها رو قاچ میزنه. عجله کنین آره یا نه؟ چی؟ نه مشکلی نیست. تو محل کارمون یه سری مشکل داریم. همین این کار
اول گفتین مشکلی ندارین، حالا میگین تو شرکت یک سری مشکلات دارین. معلومه یه چیزاییه که نمیتونین به لروکس خانم بگین. راه اینو باید باز کرد، اما چجوری؟ آها، بازگشایی ارزش ها. این دیگه چیه؟ اینا تکالیف امشب شماست. بازم تکلیف؟ آره، و میخوام هر چه سریعتر انجامش بدین. ببینین اینجا 6 تا چیز هست که به زندگی هر کسی جهت میده. امشب تو 10 ثانیه اولین چیزایی که به ذهنتون میرسه رو اینجا جلوی این مینویسین. بعدش 5 تا چیزی که برای شما مهمه رو خودتون مینویسین و از طرف مقابل میخواین که اونم بهتون بگه. متوجه شدین؟ عالیه. به امید دیدار مجدد. روزتون بخیر. بنیامین خان، آب گازدارتون رو نخورید. آماده ای؟ آماده. شروع شد. ببین وقت داره تموم میشه. وایسا. تموم شد. خواهش میکنم دمیر. وقت تموم شد. قانونه. اگه نمیخوای اصلا انجامش نده. باشه، حالا که اینطوریه اول من میپرسم تو جواب میدی. باشه هر طور تو بخوای. یه چیز خوب. لروکس. عشق. لروکس. رابطه. لروکس. خانواده. لروکس. اما ودات هم هست، اون بحثش شدهست. آینده. لروکس. بی نهایت. لروکس. آی واقعا دمی اینجوری فکر میکنی جلوی همشون اسم منو نوشتی؟ پس میخواستی کیو بنویسم؟ منم در مورد تو همین فکر رو میکنم. اما خراب نکن. نوبت منه. من میپرسم تو جواب میدی. شروع میکنیم. خب خونه؟ دمیر. خانواده؟ دمیر. اوه بذار اینا رو به صدای بلند بخونم، شاید خجالت بکشی. خونه. چی؟ ساکیز. موسیو لاک پشت. کاراموک. و بالاخره دمیر. دمیر اینجوری نیست. من اینجوری بهش فکر نکرده بودم، باور کن. ببین قبول، خانواده رو میفهمم، اما تو این خونه حضور من با ساکیز، چیچی، موسیو لاک پشت و کارامو که بعضی وقتا میاد اینجا یکیه لروکس؟ واقعا که دمی همچین چیزی مگه میشه؟ چون اینجا لونه اوناست، برای همین اینطوری گفت. لروکس اولین نفر چیچی رو نوشتی. تو نمیخواد داد بزنی، داد نزن. اسم منو زیر اسم تو نوشته، حتی از کارامو کم پایین ترم. باور کردنی نیست. سگی گاهی وقت میاد اینجا غذا میخوره و میره، اون وقت دمیر تو فقط یه اسم نوشتی، من باید یه عالمه اسم می نوشتم و فقط هم 10 ثانیه وقت داشتم. لروکس واقعا نیز این توضیح بدی، خواهش میکنم. اما دمیر یه لحظه اونو بده، ببین من چی کار میکنم. الان من یه تغییراتی میدم، بالای اسم چیچی می نویسم دمیر با حروف بزرگ. خب تو ساکیزم با حروف بزرگ نوشتی. میر. ببین بگذاری، حداقل اسمم جلو بقیه هست. درسته این یکی از لحظه های بزرگ رابطه، حداقل یکم سلیقه به خرج بده. این دیگه چیه لروکس؟ بی نهایت رو میگی؟ فضای موقتی اینطوریه؟ البته وقتی میگن بی نهایت چیزای علمی به ذهنت میرسه.
چه میدونم تو آسمانی گروه ستاره‌ای که به شکل علامت بی‌نهایتن و خیلی نادر دیده میشن و براشون اسم نذاشتم و این حرفا. پسکو مگه تو اسمشون رو دمیر ارندیل نذاشتی؟ چرا اون تو ذهنت نمیاد؟ دمیر اصلا اینطوری نیست، یه همچین گروه ستاره‌ای هست. آره هست اون گروه خالیه خالی. الکی خودتو درگیر نکن، من خودم دمیر شوخی نکن دیگه. چرا شوخی کنم؟ نه روی زمین جا داریم نه رو آسمون. من نیستم، رسما نیستم. میبینیم؟ اوف میخوای کشش بدی؟ نه میخوام قهوه درست کنم. بذار کمکت کنم. نه عزیز من زحمت نکش، خواهش میکنم. تو اینجا بشین و به ساکیز توضیح بده که چرا وقتی میگن خونه اول اسم اون به ذهنت میاد. ببین داره میپرسه، بهش توضیح بده. دوبله شده در استودیو جیم. باید بگم که منم وقتی رفتم تیکه تیکه شدم. چی بگم؟ تصمیم خودت بود. من برای اینکه امروز بهت فشار نیارم چیزی نپرسیدم، اما یه مشکلی داری. با کسی رابطه داره؟ میخواستی تا آخر عمر منتظر تو باشه؟ اینا مال لروکسه، دست من بود، گفتم بیام بهش بدم. وقتی بروک با اون زن جلسه برگزار میکرده یکی عکسشون رو گرفته، اونم برای اینکه من تو دردسر نیفتم خواسته کنترل کنه. به خاطر اینکه بهت دروغ گفته بود. دختره رو کلی اذیت کردی، برای همین گفته. خدا میدونه چقدر ازت ترسیده. وای خیلی خوشگله، مرد رنگشو ببین. وای خیلی قشنگن.